خسته نباشید. امروز میخوایم آموزش یه دوچرخه‌ای که تصادف کرد و درب و داغون شده رو با هم دیگه یاد بگیریم. برای اینکه زمان آموزش خیلی طولانی نشه، من قبلا این رو توی فتوشاپ کاراکتر رو آماده کردم. ببینید تمام اجزای کاراکترتون، اون قسمت هایی که لازم انیمیت بشه رو باید جدا جدا داشته باشه. حالا من توی فتوشاپ راحت تر هستم، شما میتونید توی ایلاستریتور یا هر نرم افزار دیگه‌ای که راحت تر هستید این کار رو انجام بدید. بعد از اینکه آماده کردید کاراکترتون رو توی فتوشاپ یا ایلاستریتور، میایید و اونو وارد افتر افکت میکنید. یه نیو کامپوزیشن ایجاد میکنید 192080 فریم ریت 25 و اوکی. فایلمون رو وارد افتر افکت میکنیم، رو تیبلش فعال باشه تا بتونیم لایه ها دسترسی داشته باشیم. خب اولین کاری که باید انجام بدیم انکر پوینت ها رو باید اصلاح کنیم و سر جاهاشون قرار بدیم. اون جایی که نیاز هست انیمیت بشه، مثلا انکر پوینت این کیپ رو من اینجا میذارم برای اینکه لازم روتیت این شکلی داشته باشه. بقیه قسمت ها رو به همین شکل انکر پوینت هاشون رو سر جاشون قرار. من برای اینکه راحت تر به انکر پوینت دسترسی پیدا بکنم زمانی که اون توی تصویر نیست، از پلاگین انیمیشن کامپوزر استفاده میکنم. شما میتونید از پلاگین دیگه موشن تو و غیره استفاده کنید، هر کدوم که راحت ترید و باهاش کار کنید. انکر پوینت بادی دوچرخه رو این قسمت قرار میدم و بعدا خواهم گفت که چرا اینو اینجا قرار دادیم. همچنین این لایه برای اینکه بتونم به پای سمت راستی کاراکتر دسترسی داشته باشم، پایه رو از مشاهده خارج میکنم تا بتونم انکر پوینتش رو تنظیم کنم. لایه ها رو به حالت اولیه برمیگردونیم. تمام لایه ها هستند. یک بار دیگه مرور میکنیم که انکر پوینت ها رو در جاهای مناسب قرار داده باشه. اوکی. حالا باید یه لاستیک مثل لاستیک که توی کلیپ داشتیم یک بار نگاه میکنیم. کلیپ رو لاستیکی که درب و داغون شده رو ما اینجا ایجاد کنیم.
حالا باید ابتدا قبل از انیمیت لایه هایی که نیاز هست به هم متصل باشن رو به هم پرنت کنیم و این قسمت خیلی مهم هست که در ادامه کار به مشکل نخوریم. باید لحظه به لحظه و مرتب این کار رو انجام بدیم. کفش رو به این لایه ساق پا وصل میکنیم. ساق پا رو به قسمت پایینی پا وصل میکنیم. قسمت پایینی رو قسمت بالای پا وصل میکنیم. این قسمت و باید این قسمت رو هم به بدن کاراکتر متصل کنیم. میتونیم از اینجا بادی رو پیدا بکنیم و به اون متصل کنیم. دست کاراکتر هم به همین شکل قسمت به این قسمت متصل میشه و به آرم آپ و دست ها هم باید به بدن پرنت بشه. همینطور کیف هم به بدن کاراکتر باید پرنت بشه. زمانی که کاراکتر حرکت میکنه این کیف هم باید باش حرکت بکنه. خب برای اینکه باز بتونیم دست سمت راست کاراکتر رو سلکت کنیم این لایه ها رو فعلا حالت مشاهده خارج میکنیم. قسمت به این قسمت باید متصل بشه، جاشون رو اصلاح میکنیم. هرچقدر اسم گذاری ها و ترتیب لایه ها منظم تر باشه خودتون راحت تر توی پروژه کار رو انجام خواهید داد و کمتر به مشکل میخورید. دست ها هم به خوبی متصل شد. کاراکترها هم به بدن متصل میکنیم. خب برای اینکه بتونیم راحت تر دسترسی داشته باشیم به پای سمت راست کاراکتر بدنه دوچرخه رو از حالت مشاهده خارج میکنیم. کفش رو به ساق پا متصل میکنیم. بعد ساق پا رو به قسمت پایینی پا و این رو هم به قسمت بالا و در نهایت هم به بدن متصل. یه بار چک میکنیم که همه چیز درست باشه، درست انجام شده باشه. حالا باید این قسمت رو به بدنه دوچرخه پرنت کنیم. این قسمت رو دقت داشته باشید. این قسمت رو باید به کفش کاراکتر پرنت کنیم. چون میخواد کفش اینطور به چرخه و مشکل کمتری برای ما پیش بیاد. به همین خاطر ما رو به کفش کاراکتر متصل.
این رو هم به بدنه دوچرخه متصل میکنیم. این هم که متصل شد. انکر پوینت رو اصلاح میکنیم اینجا و اون رو به بدنه دوچرخه متصل میکنیم. این رو باید به کفش کاراکتر متصل کنیم. واسه همین ابتدا اصلاح میکنیم جای پای کاراکتر رو. حالا برای اینکه بهتر بتونیم دوچرخه رو انیمیت بکنیم میتونیم با شیپ یا سالید و هر چیز دیگه یک قسمت زمین رو برای کارمون تعریف کنیم و اون رو قفلش کنیم که مزاحم کار